عشق از نگاه شما چی است؟ از نظر من عشق این یک نیروی بزرگ، یک انرژی بزرگ است که اگر انسان صاحب اون شود فقط در همون حالت میتواند کارهای بزرگ کند. عقل، منطق راه را می نماید، سمت را، نقطه را، هدف را، ولی اون نیرویی که ما را به سوی ما هدف میتواند برد این عشق است. برای همین کسایی که کارهای بزرگ کردن حتما یا عاشق بدن یا یک جنونی داشتن. یک آدمی معمولی سرد خشک هیچ کاری بزرگ کرده نمیتونه. عشق گاه از نظر عقل دیوانگی می نماید، ولی همون جنون است که مثلا شب بیدار میستی، کار میکنی، فداکاری میکنی. و سعدی گفته بود که آن سوخته را جان شد و آواز نیامد. یعنی عشق هم خیلی فداکاری میخواهد لیکی بزرگی میآفرد. بنابراین عشق به همه معناش، چون که مولانا گفته بود عاشقی گر زین سر است عاقبت ما رو به اون شهر رهبر است. یعنی چی نوع عشق باشد او حتما کارنامه می آفرد. از این نظر مهم. یعنی عشق محرک است، تکان دهنده است. خیلی زیبا گفتید، تشکر از شما. یک سوال دیگر داشتم که چه نقطه ضعف دارید؟ دیگر خودتان گفتید از این سوال. نه همین نقطه ضعف گویم که نقطه ضعف من همین احساس است، چون که همین احساس نمیماند آرام شویم. اهل ایجاد همیشه احساس نمیماند که بسیار چهره rivoyat کنیم، حتی ادب رو rivoyat کنیم. برای همین احساس هم نقطه قوه ماست هم نقطه ضعف ماست. سوال دیگر، دل به یار و دست به کار یعنی چی؟ همه همین حرف میگویند ولی نه همه تفسیرش رو دارند. این یکی از شاهکارهای امین فرهنگ ماست، زیرا وقتی که عصرها تضاد امین ساخته بود که بین دین و دنیا، بین کار و عزلت و گوشه‌نشینی بحث بود، امین مکتب نقشبندی این از سخنان بهاءالدین نقشبند است. درست است. که او کس آمدن گفتن که این تضاد سنئی است. انسان، ظرفیت انسان بسیار بزرگتر از این است. او میتواند همزمان دل به یار داشته باشد، یعنی ایمان داشته باشد، اعتقاد جهانی معنوی داشته باشد و دست به کار داشته باشد، یعنی زندگی دنیا داشته باشد. این عباره است که تمام عالمی معنوی و روحانی رو با عالم دنیا پیوست کرد. این نجات است. بنابراین دل به یار و دست به کار، دل به حق و رو به خلق، این همون اصول های نقشبندیه بود که این تاجیک آفریده است. برای ما همین بس است که تمام جهان از این پیروی میکند و این محصول فکری ملی تاجیکان است. مولانا ایرا بهاءالدین نقشبند در بخارا و مولانا که گفتید، مولانا جامی هم خیلی از همین نظر استقبال دارد. بسیار خوب گفتید. چی چیز به عبدالله رهنما نیرو میبخشد، روحیه میبخشد؟ من فکر میکنم که همین من پیش همین ادبیات بزرگی کلاسیکی ما مدیونم از این که گشته و برگشته همین من رو نجات داده است در لحظه های مشکل زندگی. برای همین من هیچ وقت به اونا همچون شعر نگاه نمیکنم. بینید همچون حکمت، همین چینی ها سری هر سخنشون میان میگن کنفوسیو چنین گفته است. همین مولانای ما یک کنفوسیو است و فراتر از اون ولی ما بعضا او را شعر پنداشته درست میگیم. ولی من وقتی به مغز او نگاه کنی او یک چیزی بسیار بزرگتر از شعر است. شعر این شکل بیان اون است، نظم، ولی حکمت او بسیار بزرگ است. حکمتی که همین لحظه، همین روز، در همین زمان هم میتواند یک انسان را نجات دهد. این بسیار مهم است.